اولش این که من حلف لغیر الله فقد اشرک، کسی که به غیر الله تعالی قسم خورد و شریک آورده است. یعنی همین طلاق، از زن جدا شدن، این یک مصیبت، یک مشکلی. همینه به حق الله تعالی برابر کردنده. و من کسی که به نان قسم نه، نان ایسو دست میگود. خیلی در جای ما رایج است. نان کور کند، من در پیش نان گفته ایستادیم. یعنی نان چیکار کرده میتوند که تو را؟ نان یک مخلوق است. یعنی نان به الله تعالی برابر کردن. من حلف بغیر الله فقد اشرک، کسی که به غیر الله تعالی قسم خورد و شریک آورده است. بعد مثلا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، کسی اگر گوید که اگر به خانه پدرت رفتی به اجازت من تو طلاق گوی، طلاق میشد. برای همین نخورید خیلی قسم های. هم یکمش قسم خوردن به غیر الله هست، دومش طلاقتون واقع میشد. چه میکنید همین خیلی کارهای کرده برادرها؟ با کوچه برآمدی تو طلاق، به خانه فلانی رفتی تو طلاق. همین شروع فهمونید. و زنهای هم باید به اجازت شوهر، حتی شوهرتون در روسیه باشدم، در مهاجرت باشدم، نمیبیند. شوهرتون شاید بی خبر است، درک هم نمییابد همین برآمدن شما، لیکن شما به اجازت نبرایید. یا اجازت اون پیشگی گرفته مونید، یا اجازت گرفته بعد برایید. به شوهراتون وفادار شوید. و شوهرها هم خیلی قسم ها این علاقه ضعیفی مرد نشان میدهد. برای چی؟ برای اینکه یک دهن گپی عادی کردی، زنتون گپتون نمیگیرد. یعنی زنک به اجازت من به کوچه نبراه گویید، همین گپ نمیگذارد ده. تا طلاق نگویید نمیگذارد، که همین طلاق هم گویید میرد منه بیکار. چی فایده کی؟ همین سوالایی که همین هزارها سوال است. میاد که من زنم گفتگی هم که اگر به فلان جایی تو طلاق، با وجود همین زنک با رفته است. یعنی همین هم کار نداده است. هم طلاق دادید، هم گناهکار شدید، هم با زنک رفته است. گپتون نه طلاقتون هم، یعنی این حیلتون کار ناومد. بنابراین طبق شریعت کار کنید. یعنی با گپی خوب، با موعظه خوب نصیحت کنید. وقتی نصیحت نگرفت، بعد کم کم جزا میدهید. هم خوب نمیشید برای اطاعت نکردگیش. هم خیلی شوهر اطاعت نمیتی دیگه، زنی ناو گرید، انا جزا خواهرها. خلاصه آخی اطاعت کنید اون شوهره. طلاق برادرای عزیز، طلاق این خیلی چیز نیست که مثلا اگر یک آدم به نام الله قسم خورد، قسم به نام الله، من این برادرم که دید رفت آمده کندم، گفت قسم به نام الله من به خانه هم برادرم دیگه نمیرم، گفت است. این قسمی درست است. قسمی درست به این معنی که به نام الله قسم خورده. لیکن دیروز یک برادر من پرسید، گفت است که اگر به خانه برادرم روم ایمانم از کافر، گفت است. این مردم یک نمود قسمای میخورد که ایمانم از کافر، یعنی کافر شوم. گفته ای گپ آیا روم یا نروم؟ میگوید خیلی برادرم خانه ما میبیاد، فرزندام میرد، لیکن من نمیرم بناهم به همین قسم. اصلا این خیلی قسم خوردم ایمانم از کافر یا یهود شوم یا نصرانی شوم، این خیلی قسم ها درست نیست. این یک. اگر به نام الله قسم خورده باشد که به خانه برادرم نمیرم گفته باشد، جنگ شد، گفت که من به خانه تو دیگه تا قیامت نمیرم گفت. خب چند روز گذشت، از یک اهل علم پرسید چیکار کنم؟ ما میگوییم که حتما به خانه برادرت به عیادت رو، کفارت به قسمت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر من یک کاری خیر نمی کنم، گفته سوگند یاد کنم به نام الله، ثانی بینم که اون کار ثواب است، قسمم به کفاره میدهم و کاری نازه اجرا کردم میگیرم. مثلا یک آدم گفت که دیگه پدر و مادرم که رفت آمده کم میکنم، به نام الله قسم دیگه این پدر و مادر نه زنگ میزنم نه خبر میگیرم، گفت این گپش خطا است. باید کفاره دهد، پدر و مادرش رفت آمده پیوست کردن گیرد. لیکن طلاق خیلی گپ نه که طلاق داده من گشته گپم گرفته کفاره میتیم و گپم میگیرم، گفته نمیشد. طلاق از زبان که برآمد و به جزا هست. الا مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، کسی اگر به طلاق قسم خورده باشد،
طلاق نمیافتد میگن. لیکن دیگر فقها مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینو طلاق میشد. مسئله شما و مذهب امام ابو حنیفه طلاق شده میشد اگر زنتان برود، اگر هم جایی که گفتید هم جاها رود، اگر به فتوای شیخ الاسلام بله شما کفاره میدهید و رفتن میگیرد.